سلام میگم به بینندگان بنیاد گرامی رادیو زودی همه آنهایی که این لحظه ها ما رو تماشا دارم. شالای گلخوجه هستم در آغاز باز یک روز تازه در کنار شما با خبرهای نو. امروز شنبه است 23 اپریل و امیدوارم که روز خودتون رو خوب آغاز کرده باشید و چون همیشه چند دقیقتون رو برای شنیدن خبرهای تاجیکستان و جهان البته میبخشید. در پراگ امروز هوای ابری در نظر است. انتظار میرود که در جریان روز گرمی به 18 درجه برابر شود. در مسکو پایتخت روسیه نیز آب و هواشناسان برای امروز هوای ابری را پیشگویی کردند. در جریان روز حرارت سنج 19 درجه گرمی را نشان خواهد داد. در دوشنبه باشد امروز باران میبارد و گرمی از 21 تا 24 درجه را تشکیل میدهد. ضمناً کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان هشدار میدهد که هوای نامساعد در تاجیکستان تا آخر اپریل باقی خواهد ماند. از جمله گفته می شود که باران‌های شدید در نظر بوده. در منطقه‌های کوهی مملکت خطر اومدن سیل و لغزش ترمه زیاد است. در این رابطه کمیته از شهروندان خواهش کرده است که در این روزها بیشتر احتیاطکار باشند و چاره‌های امنیتی را رعایت نمایند و از سفر به کوه‌ها، جمع‌آوری زنبورق و دیگر زیارت‌هایی که در محل‌های کوهی می‌رویند خودداری نمایند. بر علاوه کمیته میگوید هنگام رفتن به مناطق کوهی تلاش کنید که با خود تلفن موبیلی داشته باشید. این هشدار در حالی است که در پی شمال و بارانگاری‌های شدید روزهای اخیر در تاجیکستان 2 نفر به هلاکت رسیده. برخی از بنا و میدان‌های کشت آسیب دیدند. از جمله سیل در ترسونزاده جان نورسی 16 ساله را گرفت. در دوشنبه بادی شدید یک درخت عظیم را بالای ماشین چپه کرد که در نتیجه مسافری آن هلاک و راننده شدیداً زخمی گردید. این دو حادثه میتوانست رخ ندهد اگر قاعده‌های بخطری رعایت میشدند. پسرک 16 ساله در همین روز بارانی مول میچراند که در گردابی سیل ماند. راننده تیکو دید که شمالی سخت میوزد ولی ماشینش را زیر درخت نگاه داشت. اکنون از وضع واروخ میگوییم. روز گذشته در واروخ مناقشه نو میان ساکنان مناطق مرزی صورت گرفته است. ساکنان میگویند روی واروخ که از طریق قرغیزستان میگذرد شب گذشته بسته بود و تنها ساعت پیش آن را باز کردند. غفور جان جورایف رئیس محله تاجیکان جماعت واروخ روز 23 اپریل در صحبت با رادیو زودی گفت ساکنان دهه اقصای بودکند بگویید دیروز به یک اکسکاواتوری که در لبه دریای واروخ میایستاد حمله نموده شیشه های آن را شکستند و بعد آن با چند ماشین های ساکنان ناحیه اسفره را هم ضرر رساندند. این رفتار ساکنان قرغیز تا حال شهر دادن نشده است ولی از جانب ساکنان واروخ یک عمل اغواگرانه دانسته شده است. بعد چنین رفتار قرغیزها ساکنان واروخ از روی خشم یک ماشین قرغیزها را با سنگ میزنند و در حال بازداشت شده به بازداشتگاه موقتی برده میشوند. غفور جان جورایف میگوید صبح امروز وضع در محله واروخ آرام و معتدل است و هیچ تنشی از جانب محله‌های قرغیز نشین به نظر نمیرسد. تنش نوبتی در حالی است که در اوایل ماه اپریل طوری شما هم خبر دارید در شهر دوشنبه مذاکرات هیئت‌های کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و قرغیزستان در سطح معاونان نخست وزیر دو کشور صورت گرفت. اما طوری ساکنان واروخ میگویند از جانب نماینده‌های کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و قرغیزستان تاکنون در قطعه‌های مرزی هیچ اقدامی صورت نگرفته است. و بینندگان عزیز ما حتما این موضوع را دنبال خواهیم کرد و اگر خبری بود از اون منطقه حتما به سهم شما در جریان روز خواهیم رساند. یک شهروند تاجیکستان که یک سال رسا در بازداشتگاه در روسیه نگاه داشته میشد بعد رهایی از بازداشت دیگر بار دستگیر شد ولی معلوم نیست که ها او را بازداشت کردند و به کجا بردند. دلشاد ستارов ساکن 43 ساله نوحه رودکی را یک سال پیش با اتهام فرودگرایی و شرکت در جنگ‌های سوریه در مسکو دستگیر کردند. دوستان تاجیکستان در نامه به مقامات روسیه نوشته است که این جوان تاجیک به زرخریدی و شرکت در جنگ‌های خارجی متهم می شود و باید برای این عملش در نزد قانون جواب گوید. محمد شریف ستارov برادر دلشاد ستارov میگوید پس از 15 دقیقه بیرون شدن از بازداشتگاه 4 نفر با لباس ملکی برادرش را بازداشت کردند و به ماشین 36 سوار کرده به سمت نامعلوم بردند. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بازداشت و استرداد ستارov را تصدیق و یا رد نکردند. در قرار رهایی برادرش از بازداشت که محمد شریف در اختیار رادیو زودی گذاشت نوشته شده است که
دلشود ساتوروف بنابر گذشتن مهلت بازداشت که یک سال را در بر گرفت رها شد. در قرار داستانی نویای میشانسکی مسکو گفته شده است که داستانی کل تاجیکستان از آنها درخواست استرداد کرده بود، ولی داستانی شرح نداده است که چرا دلشود ساتوروف به دوشنبه بازپس فرستاده نشد. در این قرار گفته شده است که ساتوروف برای عضویت در دویش و شرکت در جنگ‌های سوریه از جانب تاجیکستان جستجو می شود. محمد شریف سلطانوف میگوید برادرش هیچگاه در سوریه نبود و تاکنون مقامات دلیل هم برایشان نشان ندادند. حالا معلوم نیست که دلشود ساتوروف در کجا است، ولی بهرام همرویف کارمند مموریال یک سازمان دفاع از حقوق انسان در روسیه میگوید معمولا در چنین حالت متهم به جنایت را غیر قانونی به تاجیکستان میبرند. او گفت ده حالتی بود که شهروند تاجیکستان نه بر اساس قرار دادگاه بلکه بدون اساسهای قانونی از روسیه به وطنشان برده شدند و آنجا حکم‌های طولانی زندان گرفتند. مقامات تاجیکستان 2 سال پیش گفتند که بیش از 100 شهروند کشور در روسیه با اتهام عضویت در گروه‌های افراطی جستجو می‌شوند. دلشود ساتوروف صاحب 6 فرزند است و به گفته برادرش در بازار صدوات تجارت هم داشت. نگاه می‌اندازیم به خبرهای جهانی. امروز حزب حاکم نورالوطنی قزاقستان انجمن دایر نموده نامزدش را برای انتخابات پرزیدنتی ماه ایون اعلان میکند. دیروز شورای عالی این حزب انتخاب شد. ماه گذشته پرزیدنت قزاقستان نورسولطان نظربایف بعد تخمینا 30 سال رهبری این جمهوری آسیای مرکزی به استعفا رفت، ولی هنوز هم کرسی رهبری حزب نورالوطن را در اختیار دارد. 9 اپریل پرزیدنت موقت قزاقستان قاسم جمارت توقایف اعلان کرد که انتخابات 9 ایون دایر می شود. به نظر می رسد که حزب حاکم دوره انتقال قدرت را کوتاه نموده است تا اینکه حزب‌های مخالف و نامزدهای احتمالی برای تشکیل معرکه پیش از انتخابات وقتی کم داشته باشند. کاتب دولتی آمریکا به پرزیدنت افغانستان زنگ زده ابراز داشته است که از تأخیر مذاکرات با طالبان ناراحت است. پامپئو همچنین اعلامیه گروه آشوبگر در مورد حمله بهاری را محکوم کرد. نقشه بود که 19 اپریل هیئت 250 نفری سیاستمداران و فعالان جامعه شهروندی افغانستان با هیئت مذاکره کننده طالبان در شهر دوحه قطر ملاقات می‌کردند، ولی 18 اپریل بحث و تلاش‌ها در مسئله شماره و اعضای هیئت افغان باعث شد که مذاکرات لغو شود. پامپئو هر دو طرف را به شرکت در این مذاکرات تشویق نموده گفته است که مذاکرات قطر بهترین شانس احیای صلح و ثبات در افغانستان است. و بینندگان عزیز بازم برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان و میرویم به جنوبی کشور. مقامات ختلان با یک قرار بحث برانگیز نیمپایکرهای زرحلی 3 فرمانده زمان جنگ داخلی را به فهرست یادگاری‌های تاریخی این ولایت وارد کردند. در فهرست 1000 یادگاری معماری و تاریخی ولایت ختلان که به تازگی تهیه شده است، نیمپایکرهای فرماندهان فرانت خلقی سنگک سفر، فیضعلی سعید و لنگری لنگریف هستند. نیمپایکرهای زهرعلی آنها در میدان شهیدان در شهر بختر یعنی قرغان‌تپه پیشین مرکز ماموری ولایت ختلان گذاشته شدند. سفسان شریف زاده معاون سردار ریاست فرهنگی حکومت ولایت ختلان به رادیو آزادی گفت هنگام تهیه فهرست به این خلاصه رسیدند که نیمپایکرهای فرماندهان باید باشند تا از بین نروند. سنگک سفر، فیضعلی سعید و لنگری لنگریف از فرماندهان فرانت خلقی بودند که در زمان جنگ داخلی با نیروهای مخالفان سابق می جنگیدند و در رسیدن حکومت فعلی به قدرت سهم دارند. عین زمان آنها را به قتل و غارت متهم میکنند. در تاجیکستان تاکنون نقل‌های ترسناکی را درباره عملکردهای فیضعلی سعید در زمان جنگ میشنوید. در نویای وحش ساکنان به شما گروه‌های دست جمعی را نشان میدهند و میگویند بعضی از قربانیان آن را خود فیضعلی سعید قتل کرده است. با فهرست یادگاری‌های تاریخی و معماری شامل کردن نیمپایکرها بعد از آن صورت میگیرد که در مطبوعات مسئله برداشتن نیمپایکرها از مرکز شهر مطرح شد. بعضی ها می گفتند از بس که این نیمپایکرها قیمت بدی و فرهنگی ندارند و وحشت‌های جنگ خونین را به یاد می‌آورند، باید از مرکز ختلان برداشته شوند. سنگک سفروف که از فرماندهان اصلی فرانت خلقی بود 23 سال عمرش را برای جنایت‌های گوناگون پس پنجره سپری کرده است. او و فیضعلی سعیدوف در یک مناقشه بین همدیگری کشته شدند. لنگری لنگریف پیش از آنها در سال‌های اولی جنگ کشته شد. با نظر داشت چنین سابقه بعضی از ساکنان شهر میگن میترسند که روز فرزندانشان از آنها بپرسند این 3 نفر کی هستند و چی کاری کردند که آنها را نیمپایکر گذاشتند و این ساکنان میگن میترسند که جواب خوبی برای فرزندانشان نخواهند یافت. پروکراتورای گنرالی تاجیکستان از جریمه شدن یک مدیر مکتب اینترنت برای با چوب لطوکوب نمودن خواننده نوبولی خبر میدهد.
дар вебсайти ин ниҳод омадааст ки Набиев Қурбунали Маҳмудович дар вазифаи директори мактаб интернати ноҳияи шаҳри Туз вилояти Хатлон фаъолият намуда бархилофи раванди таълиму тарбияи соҳаи маориф амал карда хонандаи синфи ҳаштуми ҳамин мактаб Маҳмад Аминов Суроб Фатоҳиддиновичро ба утоқи кории худ дароварда бо сабаби гӯё ба талбандагӣ машғул буданаш бо чӯб задааст. Прокуратураи вилояти Хатлон нисбати Набиев бо моддаи 90 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии оғоз ва ба суди ноҳияи шаҳри Туз ирсол намудааст. Бо қарори суд Набиев аз рӯи ин кирдораш ҷарима карда шуд. Ва бинандагони азиз, як хабари варзишӣ ҳам дорам, хабари хуб аст ва баъд аз ин ман барои шумо қурби асоди хориҷиро хоҳам гуфт. Комрушои Устопириён ва Теймур Раҳимов паҳлавонони номдори тоҷик дар мусобиқоти қаҳрамонии Осиё оид ба ҷудо дар шаҳри Фуҷайраи Эмороти Муттаҳидаи Араб бо медалҳои нуқра мукофотонида шуданд. Ба иттилои Федератсиони байналмилалии ҷудо дар мусобиқоти қаҳрамонии Осиё 273 варзишгар аз 40 кишвар ширкат дошт. Варзишгарон аз рӯи 14 дараҷаи вазнҳо, 7 вазн миёни мардон, 7 вазн миёни занон барои дарёфти медалҳо ва имтиёзҳои олимпӣ талош карданд. Дар ҳисоби умумии дастаӣ мунтахаби Ҷопон бо касби 9 медал дар мақоми аввал меистад, мунтахаби Муғулистон бо касби 8 ҷои дуввум ва мунтахаби Кореяи Ҷанубӣ бо касби 11 медал дар ҷои севум қарор доранд. Дастаи Тоҷикистон бошад бо 2 медали нуқра ва 3 ҷои панҷум дар байни 40 кишвар дар ҷойгоҳи 8 қарор гирифт. Албатта мо бо ин пирӯзияшон варзишгарони тоҷикро табрик мегӯем. Ва табрик ҳам гуфтам, акнун аз қурби асъори хориҷӣ хоҳем гуфт ки барои имрӯз аз сӯи Бонки Миллӣ таъин шудааст. $1 9 сомониву 43 дирам аст, 1 евро 10 сомониву 62 дирам ва мутаваҷҷеҳ бошед 1000 рубли русӣ 148 сомонӣ нарх дорад, яъне андаке баландтар. Хуб, бо сипос аз якояки шумо дӯстон барои ҳамроҳӣ ки дар ин суҳбати барвақт бозам бо озодӣ видео будед. Канали мо дар YouTube ва хабарҳоро аз ман Шалои Хоҷа шунидед. Ман ташаккур мегӯям барои ҳамкориятон ва барои он ки шумо видео ва хабарҳое ки доред ба мо мефиристед ва мо талош мекунем дар барномаҳо ин наворҳои шуморо ҷой бидем. Фаромӯш накунед, соати 10 бо вақти Прага, яъне камтар аз 3 соати дигар ман шуморо бозам мунтазир мешавам дар тақдими сархатҳои рӯз ва баъд аз ин боз барномаи хабари ҳам дорем.